از فاروان صاحب معالی تندرستی جوانان و ورزش هم امروز من شرایط دارم مبلغ‌های خارجی ها پرداخت کرده ایستادن باید و البته به کمک برآمده سهم ارزنده خود را گذاریم هم شرایط زندگی خود را بهتر کنیم من از این چینکچی‌هایی که امروز با مکافات مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سرفراز گردیدن حساب شدم از 160 کیلوگرم تا 200 کیلوگرم یک روزگاه پخته چیده ایستادم. پخته در حقیقت این جای کاری طلای سفید بهوده طلای سفید نمیده. این هم تامین امنیت حوزه کاری محصولات صادراتی کار کرده می شود. درآمدی امروز دولت ما درآمدی ویلایت شهر و ناحیه ها از همین ما بسیار وابستگی کلان داریم.